نهضت اسلامی کردستان هدف و منصبه نهضت اسلامی کردستان با پروژه نوشته شده است و در پرونده هم این گروه‌ها ذکر شده است، ولی بعدا تخصیص شده که گویا اینا از روی مبارزه سیاسی دست کشیدن، از این حکومت‌ها دست کشیدن و به این راه رویدن. خب اگر شما دست میکشید حتما باید شروع ولی ریاست جمع شد و یک قرار میبرود، ولی قرار باید در یک ثبت میشه یا با طریق آدیو، با طریق ویدیو، با نمود کاغذ می‌نویسند. و همچنین حجت موجود هستند که شما نه اساس خودتون کم در تحقیق داده دیگر خیلی کار نه یک چنین سندهای معیاری و حقوقی و حجت‌هایی که از طرف ریاست جمهوری یا انجمن حزب نهضت اسلامی کردستان درباره تحقیق یا ادعا بر خط مشی حزب نهضت اسلامی کردستان یا خط سیاسی حزب نهضت اسلامی کردستان اصلا وجود ندارد. خط مشی سیاسی ما در راهنما همچون نهضت وظیفه‌ها نوشته شده است و ما از آنها هیچ وقت انحراف نکردیم. ما همونی صحبت در رفتی تفسیر پیش که با من مستاقیل باید من نام میدونم از مستوری تجربه خدا تجربه شما میدونم که زنگوی تلفنی شما و تلفن شما از طرف مقبول قدرتی گوش کرده میشه. در موضوع پرونده آورده شده این از یکونی این مردم سنتیاگو در خوبه 10 مرتبه با محمد علی حیید و بهشتر عمرعلی 2 مرتبه زنگ زده است. कोई भी जानकारी अवधि आगे जो मेरी जान तो बड़ो चीज जान दे रही रूठो की जान कोई जान दे ना पक्ष में योगी ने अगर वो आदो या गुरु जी में से अपने बने लो जिसकी जान को इसको कुछ करने से साफ करने से आप फिर शुरू हम खेल ये अक्सर होगा तो करना तो वो आदो जो जिम्मेदारी वही خودی همین جنایت ها ولی تشکیل ولی روحانی ولی امامو زن دارید که هر طور دیدن. خب صحبت‌های تلفنی من یک بزرگ من در اطراف قرارگاه مرکزی حزب در کوچه گربت خانه ایران در جای استقامتی هم در قرارگاه موقتی که در خانه سر محیط کبیر رسولات ایجاد شده بود مورد پیگرد شدید قرار بود مخصوص از طرف مقامات امنیت و ریاست مبارزه با جنایت‌های متشدد و همه روزه همه ساعته ما اعضای ریاست جمهوری در کجا جمع میشیم چیکار میکنیم همش در پیگرد بود. ما یوان عمل خلاف قانون انجام ندادیم، اگر انجام میدادیم دفعتاً بودیم. وقتی که ما در قرارگاه بودیم که در این قرارگاه موقتی در خانه همیشه روای نفرهایی که پیرادار رو که از پیگرد بودن خب با مشاهده می‌رسید، بارها با مشاهده رسیدن، عذرخواها می‌آمدن، حتی با ما صحبت‌هایی داشتن و در مورد گوش کردن تلفن‌ها ببینید خب خواهر طرف‌ها گوش شورای شرکت مسئول یا مشاور حقوقی رئیس حزب نهضت اسلامی کردستان است. این 28 زنی که با منظره یا من زنگ زدم این مسئله‌های کاری است. خواهر که روزی بسیار جنایتی نبود. اگر من با نظرزاده زنگ می‌زدم، با جنید الله عمرو زنگ می‌زدم یا با مولا عمر یونسو زنگ می‌زدم یا با سفر نظر مرادوی زنگ می‌زدم یا با ابراهیم الهامیدین و یا دیگر هم مسلکان هم طبقان نظرزاده زنگ می‌زدم اون دیگر گپ بود. ولی اون چیزی که در بین ما گفتگوی تلفنی بوده با خواهر ظرف الرحمانی با سید عمر حسینی سید عمرعلی و با دیگر افراد این مسئله‌های کاری حزبی بودند یا برای جمع شدن در جلسه شورای سیاسی برای جمع شدن در جلسه ریاست جمهوری بوده نه چیزی دیگری. دوام برای آقای که بعد از پروژه گفته بکن خودم بودیم ولی با این خطا هست اگر شما از این میده حتما باید اقلا یادون مرتبه و تماس می‌آمد اینجا آمدید و ولی رفتی ایجاد یا بی‌تغییری بایستان خبردار میشید. اول که با واسطه خود همین مقاله که از شما یافتم و نمی‌دونم باید اسلام در زندگی مردم ما از اسلام در زندگی این کار زندگی روزه ما زندگی روزه ما در مردم هر نوشتن مقاله‌های شما چیه است؟ شما مقاله رو یک بار می‌نویسید که جورنالیست دارید باید بود و
من اصلا مقاله ها رو در کامپیوتر نمی‌نویسم. اون مولی که پیدا کردن کامپیوتری است و کسی اصلاح کرد. من مقاله، دیدورات، بیانیه، هر چیزی می‌نویسم با دست می‌نویسم و اینجا شاهد امیدجان توجد هم نشاندار داد که حیث محمد علی هیچگاه سر کامپیوتر نشسته خودش نمی‌نویسد و این مقاله رو من ننویسم، مال من نیست، مال من نیست و این رو همراه کردم. ولی مقاله شما پورا خوندگی هست؟ من ضمن تفتیشات پیشکی از مفتش شادیخان همین رو بارها خواهش کردم که مقاله رو بیارید من بینم، حتی روی خط کتاب ها. خب پروتکل کوفتوکوف، ولی پروتکل کوفتوکوف رو من پیدا کردم ولی نسخه مقاله‌ای که درباره من هست در پرونده وجود ندارد. یک در پرونده و من نشان ندادم و من نشان ندادم که این مقاله رو کی اصلاح کرده و کی آماده چاپ کرده. من یک چیزی رو آماده نکردم. این طور برای باید داشته بود که اگر شما خونده باشید ممکن همون دیوارهایی که با شما خورده مذکر موجب و شرط نیست. حواظی شما که کرده آرامات کن برای این برای اون آرامات یک دنیا رو پیدا میشد آرامات برنامه کنید یکی شراطی واش کنید شراطی مازی اسمو $1,000,000 کجا شدن؟ وقتی که اونها یکم و بیونی سنتیابر به نظر دادن تقسیم کرده شدن اونها کجا شدن؟ اول اینکه این یک رو از 12 میلیون وجود ندارد و دوم اگر که این وجود میداشت باید حتما اونهایی که عملیات گذراندن یا خانه‌های نظرزاده رو کوفتوکوف کردن باید همچین دلیل شیعی پیدا میکردن و از جمله این 199 نفری که پرونده شده در حبس قرار دادن و همگی 27 نفر از دیاری مدیریت نهضت باشد. خب از خانه اونها یک پیدا میکردن، از خانه ما که پیدا نکردن باید از خانه نظرزاده و اونهایی که همصداق و همکار نظرزاده بودن باید پیدا میکردن ولی چون این یک از 12 میلیون وجود نداشت اونها پیدا نکردن. درستی که ابولی رو آورده شد که شما به طریق اومدی ارزانی این و ابولی رو برای فهمان برآوردن پلیس اکسپریسی دعوت نمودید برای در مجلس ها در گردانگاه اشتراک کردن و در گروه چاپ کردن مقاله در روزنامه نجو. آیا این درست است؟ این درست نیست. من رو دعوت نکردم و تفتیشات پیشرفتی هم دلیل قویه برهان قویه در رابطه با این موضوع پیشنهاد نکردم. بعد یک مقاله بعد یک صحبتی که سال 2011 پس از انتخابات پارلمانی سال 2010 من با کدام خبرنگار انجام دادم که اون یکان دعوت عمومی برای دیگرگون ساختن و برای خوب اکستریمیسم و برای خوب عداوت ملی و نژادی و خوب مذهبی انگیختن یکان ذره در اونجا وجود نداشت. اما شما یکان دیواره‌ای میستولی دیواره‌ای دعوتی اومده رو گفته میتونید چه خیلی خیلی چیزایی شفاف اگر دعوت هایی تغییر دادنی روی ساخت کانستیتوشنی میشد و روی پارلمنتی باشد ایواز کردن یکون قانون ایواز کردن یکون وزیری به مسئولیت باشد ما این دعوت با روی گروه‌واری رفت زمدن حکومت تغییر دادن ساخت کانستیتوشنی هست نه این طور نیست ولی متاسفانه در کشور ما آنها کسی که تنقید میکند همچون دشمن شناخته میشود دشمن سرسخت یا در پایگاه قرار میگیرد محبت میشود جبر میبیند از اون عقوبت میبیند ولی آنهایی که تعریف و توصیف میکنند فریب میکنند آنها جایگاه و مقام و منزلت کسب میکنند. این پدیده خوب نیست. همون که 24 آگوست 2015 شد از طرف تلویزیون‌های سعودی شاه
دیگه محترم داشته و با شما عثمان در اشتراک داشته و با شما امکانیت داشته بود که اون نیبور میتونه حجت میتونه لازمه بسیاری بیشتر برای اگر در میزی کاری که در میزی کاری محترم حسین همین نقشه ها موجود بود شما همچون توبیق شخص نظامی